در روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده که حضرت فرمود اضاعة الفرصة غصه، کسی که فرصت‌هایی که داره ضایع بکنه، از دست بده، باعث غصهش میشه، باعث ناراحتیش میشه، یعنی حسرت میخوره بعدن که چرا از فرصت‌هایی که داشته استفاده نکرده. اضاعة الفرصة غصه. یا در یک روایت دیگر فرمودن الفرصة تمر مر السحاب، فرصت‌ها مانند ابر زود گذره، از دست انسان زود میره. میفرماید فانتهزوا فرص الخیر، پس بنابراین از فرصت‌های خوب به نحو احسن استفاده بکنید. ماه مبارک رمضان ماه فرصت هاست، ساعاتش لحظه لحظه این ماه رو نباید از دست داد. انشاءالله بتونیم در این ماه مبارک رمضان برای قبر قیامت خودمون کار انجام بدیم، برای خودمون کار بکنیم و این ماه رمضان رو چنان عبادت بکنیم، چنان خالصانه کار بکنیم که خیال بکنیم آخرین ماه رمضان ما هست، آخرین ماه رمضان عمر ماست، دیگه ماه رمضان رو نمیبینیم. اینجوری عمل بکنیم. در روایت هست که نماز رو اینجوری بخونید، فرمود صلوا صلاة المودع، نمازی که میخونید آخرین نماز عمرت حساب بکن، دقیق بخون، با توجه بخون، با حضور قلب بخون، با اخلاص بخون، با طمأنینه و با آرامش بخون. انشالله که بتونیم از این فرصت ها به نحو احسن استفاده بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.